سلام دوست، من دانیال وارلورد هستم و امروز اومدم با اتچمنت جذاب. شاید فکر کنید اتچمنت یعنی خوب نیست یا چی، که نگاه کن شما رنج هیپفایرش نگاه کن، دیدی دیگه خودت دیگه از چه جای هیپفایر رو چجوری زد. خب حالا میریم واسه این کمپیدی اسکوادات هم همه مردن، زون آخر رو تو موندی با 4 نفر. این اتچمنت خیلی کم لگده، نگاه کن مثلا یه دونه اینجا نگه میدونی، یعنی تو دیگه تو خود انمی میمونه اون چیزش، اون تیرش. بذاریم یه قد بذاریم اینجا، بذاریم اینا رو. خب حالا بزنیم. آره به فرض الان اسکواد شما مرده و میخوای که از دور، خیلی دور که نفهمن تو کجایی و همشونو بدی لابی. نگاه کن بایستا. شما یه گوشه بالا یه کوهی جایی یه کمپ ریز میکنی و اولیو میزنی، دومی هم میاد تو رو یه موومنت بزنه، دومی هم میزنی، دوباره میاد اینجا میزنی، تمام. این اصلا چیت نیست دوستان، یه اتچمنتیه که این سیزن فوق العاده باف داره. شما نگاه کن یه لحظه، بذارید اینو بزنیم ببین از چه رنجی میزنی. مثلا اینجا میخوام از مثلا من اینو میخوام بزنم، اوکی نگاه کن داداش دیگه تو چی میخوای واقعا؟ اگه جربوزه ایم تو ایمو نداری خیلی راحت از اون دور اصلا هیپفایر زنی. داداش دیگه نگاه کن، خودت نگاه کن از اینجا بذار بچسبونیم تر. داداش تو دیگه چی میخوای واقعا؟ اصلا میتر نمیتونی این فایر بزنی، ایمو باز میکنی کشابش هم 50 تاست دیگه، لازم نیست تو خیلی زحمت بکشی. ببین تو 3 ثانیه هم پر میشه کل خشابش.